دنبال معنی کلمه ایرانم. معنی ایران؟ جالب. من تو دوره نوجوانی یه بار یکی از این پرسید که معنی کلمه ایران چی میشه، اما خب من هیچ وقت پیگیریش نکردم. خب الان میدونی معنی ایران چی میشه؟ فکر میکنم الف و نون آخرش علامت جمعه. ایرش هم از کلمه آریایی میاد به معنی مرد، نر، قوی. یعنی سرجم میشه کشور مردان مرد یا کشور مردان قوی. یه همچین چیزی فکر میکنم. ایر در زمان عربی معنی نر و نرینگی میده، در حالی که ایران شرق اسمی بوده که قبل از اسلام و در زمان ساسانیان به سرزمین پارس ها یا پرشین ها گفته میشون. الف و نون هم در زبان پارسی میانه اسم مکان بوده، یعنی جا و سرزمین. ایشون درست میگن ایر از کلمه آریایی مشتق شده، اما معنیش یعنی نژاد نجیب و شجاع یا نژاد شریف و شجاع. در واقع معنی کلیش میشه سرزمین نجیب زادگان شجاع یا سرزمین شریف زادگان شجاع. موفق باشید.